در یکی از دهه‌های دوردست که دارای مردمی با عقل و با سواد و دانشمند و آبادکار بود، عائله زندگی میکرد و این عائله فرزندی یگانه داشتند. سرور این خانه مرد بسیار با عقل و با سواد و جسور و ناترس بود. زندگیش در اول بسیار هموزنین بود تا زمانی که فرزند یگانه‌اش دست به کار و دستیار شد. او فرزندش را با امید و آرزو و آرمان زیاد عائله دار کرد. توی دبدبه‌ناکی کرد تا به دل فرزند یگانه‌اش آرمانی نماند. فرزندش نیز به وصال عشقش رسید و خرسند و منت‌دار از پدرش بود. فرزند این مرد در اولاد نخست نبیره به حساب می رفت. او بسیار انسانی زمینی و مهربان بود. جوان روزی به خارجه رفت تا که سطح زندگیشان بهتر گردد. سفر کرد به دیار غربت، از قفای قطی لایمود در کشور غربت. سختی و گرسنگی کشید لیکن استوار بود. خانواده جوان خیلی یکدیگر را دوست می داشتند. عشقشان با مرور زمان از بوده‌اش زیاد می گردید. جوان با تقاضای زندگی به مانند پرنده های مسافر بهاران هجرت می کرد و پاییز رزق و روزی می آورد. همسر جوان همه این جدایی ها را تحمل نموده به خدمت پدر و مادر شوهرش می پرداخت. والدین جوان او را خیلی دوست می داشتند. زندگی شیرین و آسوده ای داشتند. برای خانواده ایشان یک معما بود. والدین جوان هرچی تیزتر می خواستند که صاحب نبیره شوند. آنها زن و شوهر جوان را به همه نقطه های طبابتی نامدار کشور بردند تا طبابت گیرند و صاحب فرزند گردند. نهایت خداوند به آنها پدر و مادر شدن را نصیب گرداند. آنها صاحب 4 فرزند گشتند که 2 پسر و 2 دختر بود. همه از زندگی راضی بودند. این مرد هر پس به مسافرت می رفت. او دیگر خسته شده بود از غریبی، اما مجبور بود چون رزق روزی فرزندان خیش را در ملک غریبی می دانست. اما فرزندان او پدر را به سیری نمی دیدند. نمی دانستند که بار زندگی چیست و رزق روزی چی است. آنها می گفتند که رزق روزی ما در کشور آنها باشد هم، ولی خرسندی ما در دست آنها نیست. او با زنش از زمان مکتبی میانه عاشق و مشوق بودند. فرزند کلانیشان الکی صنف 8 شده بود. تا به حال آنها از عشق می گفتند و از محبت قصه می کردند. مرد بسیار فرزندانش را دوست می داشت. اما اینجا یک معما بود که مرد به هیچ کس نگفته بود. تنها به زنش گفته بود که قلبش دردمند است. در دهه آوازه ها پخش شده بود که این مرد در مسکو همسری دارد از ملت روس. همه این آوازه ها را نگاه نکرده همسرش باور نداشت و با شوخی می گفت که تا به چشمم نبینم باور ندارم و من عشق پاک را باور دارم. مرد زمستانی سال 2018 چند روزه آمد به کشور. خیلی خرسند بود که نخست فرزندش دخترش بزرگ گشته و کودک خردیش باشد پدرگوی شده است. خانواده از خوشبختی یگانه پسرشان خرسند بودند و می بالیدند. فرزندشان امسال نقشه کرد و به پدر گفت که تابستان مبلغ می فرستد خانه هایشان را از نوسازی و تعمیر کند. سفر این مرد نزدیک شد. وقتی به سفر برآمدنی شد دیگر دلش نمی خواست که رود به غریبی. دیگر نمی خواهد از محبت پدر مادر دور ماند. دیگر نمی خواهد که فرزندانش به مهر پدری بزرگ شوند. می خواست که بزرگ گشتنی کودکانش را بیند. دیگر نمی خواست که دیار نازنینش را ترک کند. دیگر نمی خواهد که زوجه نازنینش را تنها گذارد در لاپلای زندگی. دیگر نمی خواهد از سرحد وطن بیرون رود. دیگر نمی خواهد که از دنیای کودکانش بیرون شود. اما باز زندگی مجبور می کند که رخت سفر بندد به دیار نامردی و پستی و غربت.
با همه خویش و تبار و اولاد از هر دفعه دیده صمیمی و بیشتر ویدا کرد. رفت به مسکو و باز از قفای ریسک و روزی. هر شام پس از کار با مادر و پدر و فرزندانش صحبت میکرد. از بین 6-7 ماه گذشت. پدر 3 روز است که پیوسته با پسر خویش زنگ میزند، اما فرزند خویش را نمی‌یافت. خویش و تبار و برادران پدرش از همه چی با خبر بودند که جیانشان در دیار غریب جان به حق سپاریده است. مردی با 1000 آرزو و امید و آرمان رفته در خارج از عالم درگذشت. سبب مرگش را هر گونه ارزیابی می‌کنند. یکی میگوید افتیده جان داده است، دیگری میگوید که زده کشتند، سیومی میگوید دلش در جای نشسته‌اش از کار مانده است. پدر بیخبر از همه این حادثه ها به هر کجا زنگ میزد و سراغ پسری یکه و یگانه‌اش را میکرد. به خانه همدهگانی که فرزندانشان یک جا کار میکردند رفت تا شماره تلفنشان را گیرد و در تماس شود و از حال فرزندش آگاه گردد. افسوس، این همه جد و جهدش به ثمر بود. کسی جواب نمیداد. تمام اهل دیه از خبر مرگ فرزندی همدیه آگاه بودند جز پدر و مادرش. اما این خبر نیز مثل آفتاب پشت ابر دیر دوام نکرد و بیرون از ابر گشت. فرزندان میت مشتاق سخنان پدر بودند و هر دم میخواستند با پدر در تماس باشند. فرزند سیومش امسال صنف اول باید میرفت. از پدرش باشد خیلی چیزهای مکتبی خواسته بود. فرزندانش انتظار بودند که پدرشان پول لباسهای مکتبیشان را میفرستد. پدرش انتظار بود که فرزندش این موسم به خانه های نوی خواسته‌اش زندگی خواهد کرد. اما افسوس، بگاهی روز همسایه و برادران جمع آمده و پدری جوانی غوره مرگ اصل واقعه را فهماندند تا آماده شوند که پگاه میت را میارند. به سر مادر گویا کسی آب خنک ریخته بارین شد. دنیا برای همسرش تنگ و تاریک گشت. برای فرزندان باشد حالا این خبر اثری نگذاشته بود، چون حالا احساس آنها دیگر بود. پدر و مادر و همسر مهاجر مرگ تماما به حال و به هوش و مجرای زندگی را گم کرده بودند. معنی زندگی را فرزندی به یک عذاب و مشقت یافته‌شان را از دست دادند. همسر مهربان و صادق، یگانه تکیه‌گاه، استواری و مردانگی زندگیش را از دست داد. خواهران مهاجر مرگ، یگانه مونس و نازبردار و قهرمانشان را از دست دادند. آن خانواده یگانه دولت نایابشان را از دست دادند. همه مردم دیه یک گپ می گفتند بچه طلا بود، حیف گشت، خدا بیامرزدش. پدر برای پیشوازی جگربندش رفته بود. مردم به جنازه آمادگی می دیدند. مهاجر مرگ را به دیه آوردند. پدرش را باشد همسایه ها تکیه‌گاه شده در آوردند. پدر با داد و فغان می گفت رفت، آه یگانه گنج نایابم رفت یگانه معنی زنده بودنم رفت پسرم، رفت قوت دلم، رفت پسری که با پای روان رفته بود با سر آمد، رفت حتی به خانه های خواسته‌اش 1 ساعت زندگی نکرد. تقدیرش نکرد. به تقدیرم را گویان نبیره خرده‌اش را آغوش کرده داد و فغان میکرد. از حال مادر و خواهر و فرزندان کلانش همسایه ها با خبر بودند. همه گریان و نالان به جنازه این مهاجر مرگ خرد و کلان دیه آمده بودند. حتی همدرسان فرزند کلانیش که همگی 13-14 سال دارند از روی عادتهای دیه میان بسته به همدردی آمده بودند. همه اشک میریختند از تقدیر نامرد که پدر و مادری را به فرزند، کودکانی را به پدر و زنی را بیوه کرده است. این است زندگی بیوفا.
که وفای را به وفا می گرداند. این است ناعدالتی تقدیر که تقدیرها را می شکند، می گریاند، می گراند. جاده های بی آخر، شهر آشنایی ناشنا گشته، جاده های پرز غربت، زمانه نامرد، خانه های بیمی، کوچه های تاریک که همیشه باعث غمی یک بیچاره و نادار می گردد. دلم سخت گرفته است به حال آن کودکی بی پدر و بی مادر بزرگ می گردد. دلم به آن پدر و مادری می سوزد که این همه را می بیند و از غربت فرزندان درون به درون مثل هیزم تر می سوزند. دلم به آن مردی که در 40 سالگی صاحب شاه پسر گشته و آن پسر در 40 روزگی بی پدر می گردد می سوزد. دلم به حال این همه بی حالان می سوزد. بیایید به قدر این همه بودن ها برسیم. همین حالا یک دیگر را نوازش کنیم، هم دیگر را دوست داریم، محبت ورزیم، از محبت های بر دروغ دست برداریم و حقیقت و صدق دست دهیم برای هم دیگر. کودکان را دوست داریم، والدین را احترام و ایمن نگاه داریم. بیش از بیش خود را برای همه این آماده کنیم و احتیاط کنیم.